سلام، من فریما هستم. 26 سالمه و ترم آخر دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد بابلم. اینجا بیمارستان اختصاصی دامپزشکی دانشگاهه و من امروز به شما بخشی از فضای بیمارستان و کلاسم رو نشون میدم. اینجا کلاس جراحی بیمارستانه که از وقتی که اینترن بشی کلاس عملی جراحی اینجا برگزار میشه. سالن کالبدگشایی تکسومی که تنها خاطره‌ای که من از اینجا دارم برگزاری کلاس‌های متفاوته و گاهی هم فیکس کردن حیوونا. سالن آناتومی که ترمای اول مکانی پر از استرس بوده برام، ولی الان هر کجاشو که نگاه میکنم کلی خاطره برام زنده میشه. و البته بخشای دیگه‌ای هم داره بیمارستان که چون در حال برگزاری کلاس بوده نتونستم نشونتون بدم. اینجا هم آزمایشگاه بیمارستانه، جایی که تا قبل از کارورز شدم پام رو توش نذاشته بودم، چون همه کلاس‌های آزمایشگاه توی دانشکده برگزار میشد. کلاس امروزمون یک گروه 7 نفره بودیم که باید آزمایشی با عنوان جستجو و شمارش ایکولای در فرآورده‌های لبنی با روش بیشترین تعداد احتمالی رو انجام میدادیم. از نظر من دامپزشکی رشته‌ایه که جای کار برای همه داره. اگه درونگراتر باشین و علاقه‌ای به استرس حین کار نداشته باشین، کلی رشته‌های آزمایشگاهی و علوم پایه داره که میتونین سمتش برین. مثل کلینیکال پاتولوژی، بیوشیمی بالینی، بیوتکنولوژی، ایمنی، قارچ، باکتری، انگل، سمشناسی و ویروس. اما برعکس، اگه دنبال یک کار پرهیجان باشین میتونین سراغ رشته‌های بالینی مثل رادیولوژی، داخلی دام کوچیک یا بزرگ و مامایی برین. و اگه دنبال هیجان بیشتری هستین مثل تجربه جراحی کردن و یا به فضای اتاق عمل علاقه دارین، تخصص جراحی یا بیهوشی مناسب شماست. آره. این حرف از هنر داره. فقط من میگم چیزم دوستم مصدوم شده. مصدومیه.
داره ماهی میخوره. شدم قورباغه است، نمیدونم. اینجا سالن غذاخوریشونه، بذار نشون بدم. اینجا سالن غذاخوریشونه، اونجا حموم عمومیشونه، همه دارن حموم میکنن و تو بدن خودشون. جو خب منم الان خرید کردم اومدم و ماشین لباسشویی هم روشن کردم و ممکنه که صداش بیفته، ببخشید. منم حالا چی خریدم؟ چیزایی که تموم کرده بودم خریدم. تموم نکرده بودم، باید داشت تموم میشد، خریدم آب معدنی و یک عدد نان، ابسشن جدید من نان. و از میوه فروشی موز خریدم، زمینی خریدم و کیاس. من انجا که قارچ خریده بودم و قارچه داره تموم میشه، تصمیم گرفتم که یه غذایی درست کنم که اون زمانی که من وگن بودم، من یه حدود 6 ماه فکر کنم 5-6 ماه وگن بودم. وگن یعنی فول وگن. بعد یه سری غذاها رو از خودم ابداع کردم که اصلا یعنی جایگزین یه سری غذاهای دیگه بود. مثلا قیمه‌ای درست کرده بودم که با کدو تنبل درست میشد، اصلا غذای مدلی، مثلا زرشک پلو با سویا یا مثلا مرغ ترش با توفو، همچین چیزی. ولی یه چیزی که درست میکردم و خیلی دوستش داشتم و بعد اون هم هر بار که اگه موادش رو داشتم درست کردم، یه خورشی بود که خودم ابداع کردم که با قارچ و پیاز درست میشد و واقعا خوشمزه است. یعنی من که خیلی دوستش دارم و الانم میخوام همون رو درست کنم، به شما نشون میدم. کلا هم مثلا راجع به غذای وگن درست کردم واقعا اونجوری نیست که دستتون بسته باشه، یعنی یکم خلاقیت به خرج بدین، چیزای جدید امتحان کنید، ترکیبای خیلی باحالی از توش در میاد. متهای به سبک زندگی اون موقع من نمیخورد، یعنی من مثلا باید یه زندگی تنهایی داشتم که میتونستم هر روز وعده غذاییمو خودم درست کنم. بعدای غذایی بیرون خیلی کم میخوردم و من اون تایم اصلا اینجوری نبود زندگی، یعنی بیرون خیلی زیاد با دوستان میرفتم، کلا زندگیم حول محور مثلا دوست و خونه دوست موندن و این مدلی بود و میرفتم خونه دوستام و همیشه اونجا یه چیزی داشتم، یه دونه از این تکای سیب زمینی نیمه آماده داشتم که برای خودم درست کنم، چون واقعا حالا مثلا جدا از شوخی و اینا، وقتی شما یه تصمیمی میگیری که عادت غذایی، رژیم غذایی خودت رو تغییر بدی، نمیتونی انتظار داشته باشی که بقیه به پای شما پیش بیان. و وقتی مثلا من یه بازه خیلی زیادی رو میمونم خونه دوستان، خب قطعا باید به فکر غذای خودم اونجا باشم، یا شده از خونه غذا درست کنم ببرم، یا اینکه یه چیزی اونجا داشته باشم که اگه یه دفعه پیش اومد برم پیششون. وقتی مثلا من تو شرایطی هم که وگنم و هیچ کدوم از غذای اونا رو نمیتونم بخورم، خب یه جایگزینی برای من باشه، وگرنه اصلا کار نمیکنه این سیستم. و خب اون تایم هم دقیقا همینجوری شد که دیگه اصلا کار نمیکرد. دوست داشتم، ولی تجربه جالبیه این که مثلا میتونم بگم که من یه بازه کوتاه مدت حتی وگن بودم و میدونم اون سبک زندگی چجوریه، مثلا آنچنان ابهامی تو سرم نداره و راجبش اطلاعات دارم، تجربهش کردم و یه چیزی بود که واقعا میخواستم تجربهش کنم. یعنی به لحاظ مثلا جلوگیری از کشته شدن حیوونا، مثلا یه سریا چون میدونم که اصلا گوشت نمیتونم بخورم، من شنیدم آدمایی که بهشون ما گوشت قرمز چرخگرد و اینا نمیتونم بخورم و دست گوارششون اصلا نمیتونه انگار هضمش کنه و پس میزنه و اینا. ولی نه، من اینجوری نبودم، فقط به لحاظ اون جلوگیری از کشتار حیوانات یعنی همچین تصمیم گرفته بودم، ولی خب برای من کارآمد نبود. حالا بریم سراغ غذا. اول پیازا رو درست کنیم که تو
چشم بازار رو کور کردم با این خریدم. یعنی پیازی که الان خریدم باید توش خراب باشه. البته ما دور نمیریزیم، اون بخش خرابش رو برمی‌داریم، ولی تازه خریدم دیگه. حالا کاری که میخوام بکنیم، یعنی میبینید اصلا رسیپی زیادی هم نداره، یعنی دستتون هم باز هرچی دوست داریم میتونید اضافه کنید. من فقط پیاز رو تفت میدم و بهش قارچ و رب اضافه میکنم و با برنج میخورم و خیلی دوستش دارم. اگر دوست دارین میتونم اون غذاهایی که همون که وگن بودم درست میکردم و بهتون یاد بدم. با یادمه که من این غذا رو درست میکردم و میبردم خونه دوستان، مثلا اینجوری که گفتن رو امتحان کنیم و اینا، یا خودم میگفتم امتحان کنیم، اینجوری بودم آره خوبه. معلوم بود که خوب نبود. من خودم کل پیاز رفت، ولی خب غذاهای باحالی درست میکردم. یعنی حتی لازانیای وگن برای دوستام درست میکردم و حالا جلوی من که میگفتم خوشمزه است، ولی واقعا فکر میکنم خیلی خوشمزه بود. یکی از بدترین تجربه‌ای که من سر وگن بودن داشتم، وای خدایا واقعا عجیبه. سر این بود که آقا مثلا مهمون میومد برای دوستان و حالا مثلا منم اونجا بودم و همه داشتن یه چیز دیگه میکنم، من داشتم یه چیز دیگه میکنم و یکی اون مثلا میپرسید که تو چرا اینو نمیخوری؟ آخ چشم داره میسوزه، آی تو چرا نمیخوری؟ اینا من اینجوری بودم که من بگرم. اونجا نقطه بود که بمب میخورد تو سرت، یعنی سوال پشت سوال. مثلا یعنی چی؟ اون وقت چیا میخوری؟ یعنی عسل نمیخوری؟ ضرری برات نداره؟ یه بار که عیب نداره. هر باری که یک آدم جدیدی من رو میدید این مکالمه تکرار میشد و قشنگ فرسایشی بود. از یه جایی یادم میاد دیگه دوستام جواب میدن جای من. یه خاطری خنده داره هم از اون تایم دارم. من خونه دوستان بودم، خونه دو تا دوستان بودم و رفته بودیم سوپرمارکت که خرید کنیم. بچه‌ها بستنی برداشتم، برای منم برداشتم و خب من که نمیتونستم بستنی بخورم، ولی یادم نبود که نمیتونم بستنی بخورم و مثل اینکه اومدیم مثلا نمیدونم تو راه شروع کردم بخوردن یا اومدیم خونه شروع کردم بخوردن بدون اینکه فکر کنم. دیدیم مثلا یه کسایی یهو روزن و یادشون میره وسط روز که روزه بودن. من این تجربه رو نداشتم، ولی تو این موضوع یادم رفته بود که آقا تو نمیتونی بستنی بخوری. یکی از دوستان متوجه شده بود و به اون یکی اشاره داده بود که این داره بستنی میخوره و اون یکی هم اینجوری بود که عیب نداره بذار بخوره، چی بهش نگو. همکاری تیمیشون رو خیلی دوست داشتم. آقا یکی دیگه از سختی های وگن بودنم خوبی خیلی داشته، خیلی همه چی فرش بود، تو همیشه حواست به غذا بود. خب به همین دلیل اصلا هر چیزی پیش می اومد نمیتونستی بخوری، به لحاظ اینکه خیلی از کیک ها و شیرینی ها رو نمیتونستی بخوری. مثلا از اون نظرم به لحاظ وزنی برات خوب بود. ولی مثلا من اون تایم بابل زندگی میکردم، یک دونه فروشگاه پیدا کرده بودم که محصولات وگن رو داشت. انصافا هم خیلی چیزای زیادی داشت و نسبتاً خب غذاهاش گرونتره، ولی خب از اون طرف هم خب شما یه سری هزینه‌هاتون هضم میشه، ولی از من دور بود و شما وقتی میخوای خرید روزانه مثلا خونت رو بکنی خیلی ستمه که مثلا بخوای اسنپ بگیری 20 دقیقه و تو راه باشی و بری مثلا خرید کنیم باز اسنپ بگیری بیای خونه. این دفعه میخوام سیر هم اضافه کنم. واقعا یکی از باگ‌های تنها زندگی کردن اینه که شما حوصله‌تون نمیشه برای خودتون آشپزی کنین. بخوام من دیگه تقریبا عادت کردم. خب اینا تموم شد، برم سرخشون کنم و تو این فاصله قارچ رو درست کنم. وقتی میخوایم پیاز سرخ کنیم به جای اینکه پیاز رو بریزین تو روغن، همون اول بریزین تو مایتابه داغ، یکم آبش بسوزه، بعد روغن اضافه کنید. آبش که از دست میره بافت جالب تری داره. شما قارچ‌ها رو پوست میکنید؟ من پوست میکنم. من خودم هم زمانی که دانشجو شدم مثلا آشپزی بلد نبودم. املت هم نمیتونستم درست کنم، یعنی بهترین حالت این بود که مثلا یه نیمرو بشکنم، اونم مثلا
با ترس از اینجا مثلا تخم مرغ بزنم روغنش وای رو سرم نپاشه. این مدلی بود. روغن رو اضافه کنیم. اولم بهش زردچوبه نزنیم، زردچوبه کلا میسوزونه سریع. بعد اضافه کنیم. نمک هم همینطور، کلا نمک رو خیلی زود به غذا اضافه نکن. الان زردچوبه رو اضافه میکنم. بازشویی اگه بره رو حالت آبکشی من دیگه نمیتونم باهاتون صحبت کنم متاسفانه. شما تو خونه‌تون قارچ جزو چیزاییه که همیشه هست. من اینجوری نیستم. یعنی اینو من الان تازه خریدم. این چیه؟ چشام بستم و انتخاب کردم. یعنی من اصلا اطلاعی ندارم همچین رسیپی وجود داره یا شماها درستش میکنین یا نه. من صرفا یه بار با چیزهایی که داشتم توی یخچال درستش کردم و بعد اون خوشم نشون بدم. اول از همه آویشن رو اضافه میکنم، دارچین یه کوچولو، زیره، پودر پیاز، پودر سیر، فلفل. بچه کلا راهکار این که روغتون خراب نشه اینه که همون اول بذارین توی ظرف بیوکیپسی که آب و اینا نره توش و تو فریزر نگهش دارین. اگه هر باری که دارین قاشق میزنین قاشقتون به هیچ عنوان خیس نباشه و به هیچ عنوانم هیچ چیزی روش نباشه، هیچ ماده غذایی دیگه روش نباشه. یه کوچولو رو تو این ترکیب تفت بخوره.